قاعده 59 ارتباط کلمه طیبه را با اطاعت از شریعت و قانون بدانیم. یک نفر شما را پرسان میکنه که اهل بسیاری کسا که برشان از سیاست اسلام گپ بزنیم، میگه اسلام سیاسی است. بعضی کسا میگه ما هیچ با سیاست کار نداریم، ما اصلا سیاست نمیخوایم. چرا مولوی صاحب در مسجد از سیاست گپ میزنه؟ این کلش کلمات است که از حنجره های غیر ایمانی خارج میشه. اما کسی که ایمان داره میفهمه که تطبیق قانون و شریعت متعلق است به عقیده مسلمان ها. سیاست ارتباط داره با کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله. یک کسی پرسان میکنه که ما خود 50 سال از کلمه خوانده، هیچ ارتباط سیاست با کلمه نمیفهمم. برش میگم مشکل تو هست دیگه، تو عقیده تا نمیفهمی، تو تقلیدی دین گرفتی. والله اعلم. اصل چی است؟ اصلی است که ما در کلمه طیبه با خالق متعال 3 تعهد میکنیم. قبلا خواندیم شما نه؟ قبلا خواندیم که در کلمه طیبه با الله چند تعهد میکنیم؟ 3 تعهد میکنیم. چرا 3 تعهد میکنیم؟ به خاطری که در کلمه طیبه گفته لا اله. اله کی است؟ تعریف اله چی است؟ اله در لغت به معنای معبود است و در اصطلاح اله کسی را میگن که 2 خصوصیت داره. چند خصوصیت داره؟ ذاتش عبادت میشه و شریعت و قانونش چی میشه؟ تطبیق میشه. پس در کلمه طیبه ما شما چی میگیم؟ میگیم لا اله، نیست هیچ کسی مستحق این که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه، شریعتش تطبیق شوه الا الله. بغیر از کی؟ بغیر از الله. جز کلمه ماست. کسی که معنای کلمه رو نمیفهمه و دیگه دل خودش، کسی که نمیفهمه دلش. خب آل ذات الله را چه قسم عبادت کنیم؟ به طریقه کی؟ حالا طریقه ها زیاد است. و شریعت الله را به طریقه کی اطاعت بکنیم؟ در کلمه میخوانیم که محمد رسول الله. پس ما ذات الله را عبادت میکنیم و شریعتش تطبیق میکنیم به طریقه کی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. به این اساس در کلمه تعهد ما چند کلمه طیبه چند تعهد کردیم؟ 3 تعهد کردیم. تعهد ما اینال از کلتان پرسان میکنم، از ما آخر میگیم او بچه او فلانی، ما آخری نفر میگم خود بخی به اینجا بر ما بگو که در کلمه طیبه چند تعهد داری. در کلمه طیبه 3 تعهد است. تعهد اولی است که یا الله بغیر از ذات تو کسی دیگه را ما عبادت نمیکنم. تعهد اولش. اگر این تعهد کس شکستان کلمه خواندنش هیچ فایده نمیکنه. چرا که کلمه را میخونه لکن تعهد میشونه. تعهد دوم چی است؟ یا الله بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگه را بالای خود تطبیق نمیکنه. این حالا کسی که باز میره که من سوسیالیست هستم و من کمونیست هستم و من دموکرات هستم و من نشنالیست هستم و من قوم پرست هستم و من در فلانی حزب هستم که اون حزب از او قانون بشری را به عوض قانون الهی تطبیق میکنم، بازی تعهد خدا شکستان. و 3م تعهد چی است؟ که یا الله من عبادت ذات تو را و تطبیق شریعت تو را به طریقی کی میکنم؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنم. بنابراین 3 تعهد کرد. اینا اگر کسی باز در طریقی دیگه که مخالف طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم است به اون شکل عبادت میکنه، الله عبادتش قبول نمیکنه. اینا به این اساس تطبیق شریعت مربوط کلمه شد نشد؟ تعهد دوم چی بود؟ که ما بغیر از شریعت الله قانون کسی دیگه را بالای خود تطبیق نمیکنیم. بناهن کلمه لا اله الا الله ارتباط داره با چی؟ با سیاست، با قانون، با شریعت. این قانون اقتصادی مربوط کلمه لا اله الا الله است. یا الله بغیر از شریعت تو در اقتصاد قانون کسی دیگه را تطبیق نمیکنم. اینا کسایی که میگه ما مکتب سرمایه داری و مکتب سوسیالیستی و مکتب کمونیستی و مکتب فلانی را چی میکنیم؟ در اقتصاد تطبیق میکنیم. این کلمهش تکرر. بازی اقتصاددان صاحب در روز قیامت لا اله الا الله در وادی مرگ در زمان جادی نمیشه.
پس اقتصاد ارتباط داره با چی؟ با لا اله الا الله. سیاست، قوانین سیاسی ارتباط داره با چی؟ لا اله الا الله. فهمیدین نه؟ قوانین اجتماعی در جامعه که هست تطبیق میشه، ارتباط داره با لا اله الا الله. قوانین سیاسی، قوانین اقتصادی، قوانین اجتماعی، قوانین تعلیمی، قوانین تربیوی، قوانین نظامی، قوانین مالی، قوانین اخلاقی، قوانین عبادتی، قوانین اعتقادی، کل از یا تعلق به چی میگیرن؟ به لا اله الا الله محمد رسول الله. اینا بسیاری کسا کلمه خوانده میره معنای کلمه را نمیفهمه. از این خاطر الله میگه فعلم، علم حاصل کو انه لا اله الا الله. فهمید یعنی؟ فعلم، الله میگه علم حاصل کو، عقیده بخوان که بفهمی که لا اله الا الله چی معنی. این نیست که از مادرتی، از پدرتی، از مادر کلانت لا اله الا الله را غلط یاد گرفتی، لا اله الا الله لا اله الا الله گفته میری اما معنی و مفهومش نمیفهمی. خب پس شارع اصلی را ما و شما فهمیدیم.